فکر کنم رکورد امروز بازی. آقا امین رکورد امروز بازی. ماشاءالله ماشاءالله همیشه به درخشی سالار. آه 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 سایزه ها. آزین جان آزین جان صفایی باشه. و سینمو چراغ سایه در بیاد داداش. زیر پا رو فقط فیلم نگیر دیگه. این زیر دیگه حالا بعد نه اونو ممنوعه. اون ممنوعه. منطقه ممنوع است. سکرته. لانسر داری؟ آره اصلا عجله نه. اوزون برونه صفا بشه. آزین داره بمب هسته‌ای میندازه. لامصب هر یه پرتاب نیم متر آب دریا کم میشه. اوه ماشاءالله یه بلند شد. خب آقا امین چیکار کردی تو؟ اومده رو چین بردار کی باشه؟ خودش باشه. نمیخوام بهش زور بگم. امروز چندمه؟ 16 امروز 13 13/9/1302. بله آقای امین عقیلی خواه. اینجا پدرم جای اون داداشم ناکس ما رو پیشونده رفته اونور 1 کیلومتر اونورتر. 1 کیلومتر اونورتر دارم. 3 نفر آدم 3 تا کپور. ای خدا. خب الان به امید خدا میخوام این هیولا رو در بیاریم. این فردم که میبینین کرپازن باشه. واو حسین آقا کرپازن بهترین صافکار مازندران. چاکریم. شوخی نکن دیگه آزین داداش. شوخی بردار نیست. به میاد بالا. میگه کسی اومده اینجا. ببخشید دیگه. آقا آزین ماشاءالله سایزگیر باشن. بچه ها سایزگیر باشن. خب آقا امین ایمان چی آزین یکم باش بازی کن بذار دیرتر بیاد که اصلا بگیرم. آزین غول مرحله آخر باشه. آزین امین حرف نزن اصلا بزن. خسته ماشاءالله بزن اینجا ماشاءالله. یه تومن با آغازین دهین فیلم برداری که پام باید میزنم داشت اینو قطع کنم دوباره نولش ادامه 5-6 دقیقه شد. 4 میشه؟ بیشتره بابا بیشتره. نه وجدانه خدا شاید این الان بالای 5. سالار از اینا سالار از اینا اوکی دیگه. خدا با کاور داره فیلم میگیره. خدا کنه خوب بشه. میشه تو اونو باز کن. آقا این خیلی بزرگه. خیلی گلفته. ماشاءالله بهش بگین. ببین آزین چیکار کرده. ماشاءالله نوره بای بیار
یعنی چی؟ تلفن میخواد اصلا؟ آره بیا درسته. نمی اومد هر کار میکرد اون ماهی درست اصلا معلوم بود اینجا این فیلم بردار که حفاظم باشه. خاطر بلند کن. تو بلند کن. با هم بلند کنیم. نمیاد به چی گیر؟ بیا چی؟ بیا خوشگل جون. منو باخ. آه ماشاءالله یکم به شیر بده. ماشاءالله صفا باشه. خیلی خوب. آذین جان بگیرم؟ یه عکس هم میگیری ازم؟ بس کن. الان دادا صاف کن ماشین سرشو. نه اینجوری خمش کن. نه همینطوری داشته باش سرشو بچرخونم کن. این زاویه ماشاءالله. آذین ببین تخمین بزن 4 بشه. دیوانه ای آذین حتما بس کنیم. خب بس تو گوشش. بس پاره میشه. نه نمیشه.